سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان و همراهان جان که افتخار میدن به بنده هر شب رأس ساعت 9 شب به وقت ایران تشریف میارن. In the name of God, the compassionate and the merciful. سلام ویژه خدمت عزیزان، دوستان و همراهان همیشگی بنده در پیج کپسول زبان، چه کسایی که الان آنلاین رأس ساعت 9 شب در پیج هستن، چه کسایی که حالا بعداً به صورت آفلاین در تلگرام میبینن. خیلی توصیه‌ام به عزیزان که در تلگرام میبینن اینه که بچه‌ها لطفش به شرکت تو کامنت هاست، به اون فعال بودن، سوال جوابه با منه. اونجوری فقط انگار یه چیز خشکی رو یاد میگیرید، خیلی هم تاثیر نداره. حتما اگر میشه و اگر آفلاین میبینید، من حالا این خدمت رو میکنم، آفلاین میذارم براتون، ولی واقعا تشریف بیارید و آنلاین سعی کنید ساعت 9 شب باشید. برای من انصافا فرقی نداره چه اینجا ببینید چه اونجا، خب حرفامو میشنوید، اما مهمه که عزیزان و همراهان حتما انشالله لایوها رو تشریف بیارن. سلام به فریبا صابر، سلام به طیبه امیری، این چند نفر فاطمه فلاح نژاد که کپسول من هستن، حواسشون باشه که ساعت 10 شب یه کلاس ویژه براشون تو اون پیج خاص دارم. اگر حوصله داشتن تشریف بیاره. امشب لایو رایگان زودتر تموم میشه که من استراحت کنم برسم به بچهای کپسولی ساعت 10 شب. خدمتتون عرض کنم سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان که تشریف آوردن. درس امشب مهمه، حالا تو همین نیم ساعت 40 دقیقه با هم میریم جلو. شاپینگ فور کلوتس هست، خرید لباس هست که درس میشه گفت راهگشا و باحالیه. امیدوارم همه خوب و خوش و پر انرژی باشن. از بین عزیزان اگر کسی، خانم منفرد عزیز، حالا شما که قدیمی هستید، اگر کسی از بچه‌ها جدید هست امشب اولین بار تشریف آورده، حتما یه سلامی بکنی، یه اسمشو بگی، مثلا بگی من علی هستم از تهران، من زهرا هستم از کرج، من هما هستم از مهاباد، که منم اسم زیباش به چشمم بخوره و انشالله کلاس امشب رو عالی شروع بکنیم. کلاس گفتم خوبی، یعنی موضوع سابجکت متر خوبی هست که میتونه بهتون کمک بکنه. اکبری عزیز و خانم فلاح نژاد گرامی، بریم با هم دیگه کم کم به حالا حدود 300 نفرم داریم میرسیم، بریم درس رو شروع بکنیم. ماده خانم رو از رشت داریم و سایر عزیزان هم با ما همراه هستن. سلماس خانم رو با اینکه اسم ترکیه ولی از تهران داریم و آیلین رو از ترکمن صحرای زیبا داریم. امیدواریم همه شاد و سرحال باشن. عزیزان شاپینگ رو به دیکتش دقت بفرمایید. 2 تا پی داره. شاپ خودش یه پی داره، وقتی آی میگیره مشدد میشه. چرا؟ به خاطر این اوی که قبلش وجود داره. خانم زینب از ارومیه. من به بچهای تازه وارد سلام میکنم، مثل کتایون از اهواز، مثل شهلا از شیراز. اینجا بچه‌ها اگر برسید تلگرام میتونید عضو دوره رایگان من بشید، عضو در واقع کانال رایگان همین دوره، که لایوهای ضبط شده قبلی من میتونید اونجا ببینید. مثلا شهلا خانم یا شوهر خانم، اینا که جدید تشریف آوردن، میتونن جلسات قبلی رو در تلگرام ببینن. اگر اینجا بنویسن تلگرام به فارسی، لینک براشون میاد. زهره خانم از کرج که البته قدیمی هست و باقی دوستان. شاپینگ بچه‌ها، میخوایم بریم درس امروز رو با هم بریم جلو. خانم تهذیبی عزیز اینو ترجمه بفرمایید. What time do you open please؟ ببینم کی متوجه میشه چی میگه. What time do you open please؟ سلام به همه عزیزان که تازه تشریف آوردن. علی شیروی هستم. هر شب 9 تا 10 شب میریم جلو. خانم شهناز نگران نباشید، با هم در ارتباطیم. بعد استفیده کریمی گفت What time do you open please؟ یعنی اینکه چه ساعتی باز میکنید لطفاً. یعنی به من بگو چه ساعتی باز میکنیم. What time یعنی چه زمانی، چه ساعتی. Do you یعنی آیا تو. Open یعنی باز میکنی. چه زمانی آیا شما باز میکنی لطفاً. What time do you open؟ خانم اعظم عباسی please، چه زمانی باز میکنی. یه جور دیگه هم میتونیم اینو بپرسیم. این ترجمهش چی میشه؟ خانم آذر دهکردی What are your opening hours؟ این چی میشه؟ رضا شکری What are your opening hours؟ خانم محتشم، خانم الیار، خانم حسینی What are your opening hours؟ این چی میشه؟
یه مغازه تشریف میبرین، مثلا میگی باشه من فردا خدمت شما دوباره میرسم برمیگردم، فقط به من بگی ساعتهای کاری شما چیه. opening hours تو لغت یعنی ساعت باز بودن، اما راحت تر بخوام بگم میشه ساعت کاری. در واقع خانم طالبی همون working hours میتونیم بگی what are your working hours یا what are your opening hours، ساعتهای باز بودن شما، ساعت کاری شما چی هست. what are your خانم ویدا دلاوری what are your opening hours. حالا اینم یه جمله خیلی راهگشا که بچه‌ها ترجمهش میکنن، منم توضیح میدم. could you help me please could you help me please. این could you وقتی که د به ی میرسه صدا ج میده تو لهجه امریکن. could you help me please could you help me please. Could you help me please. بله همونطور که عزیزان میگن مثل هما رمضانی و رباب نصیری و فاطمه لعلی، میتونی لطفا به من کمک کنی. بچه ها یه سوالی، چرا can نیومده اینجا؟ خب میتونستیم بگیم can you help me please، میتوانی تو کمک کنی مرا لطفا. can you help me please. چرا could آوردم به نظر شما؟ could you help me please یا could you help me please. آیا میتونی به من کمک کنی لطفا؟ آفرین به فریبا کاشف، خانم ناجی، خانم شهلا، خانم زهرا عطایی و باقی دوستان. خدمت رو عزیزان عرض کنم کود مؤدبانه کنه. کود دو تا نقش داره، یکیش گذشته کنه که البته اینجا ربطی نداره. مثلا وقتی من بچه بودم میتوانستم نقاشی کنم. I could paint when I was a child. I could paint when I was a child. وقتی بچه بودم فهم طیب امیری میتونستم رانندگی کنم. اما به قول مینا موسوی که اتفاقا چند روز پیشم کپسولی من شده باهاشم گپ میزنم، کود محترمانه تر و مؤدبانه تر. امین امیدی هم گفت برای ادب، برای احترام. مثلا یه غریبه مغازه داره، غریبه میخوای ببینی بهش ممکنه به من کمک کنی، میگه could you help me please could you help me please که اکثر بچه‌ها فرمودن. خب یعنی میخوام بگم اینجا ظرفیت، اینجا در واقع جایگاه گذشته‌ای نداره، جایگاه ادب داره. خب این چی میشه بچه‌ها؟ excuse me I'm looking for a excuse me I'm looking for a. خانم صفورا مجاور اینو ترجمه کن. خانم مسیح، خانم فرید فرجادی excuse me I'm looking for a. excuse me I'm looking for a یعنی چی؟ بله آفرین امین امیدی از تازه واردین ما هست، یعنی ببخشید من دارم دنبال فلان چیز میگردم. آفرین به سپهر 11 ساله از اصفهان. excuse me I'm looking for a ببخشید من دارم میگردم دنبال حالا هر چیزی، مثلا دنبال شلوار جین میگردم. excuse me I'm looking for a pair of jeans. یا مثلا من دنبال یه شرت، یه پیرن آبی میگردم. excuse me I'm looking for a blue shirt. رضا عابدپور مثلا دارم دنبال یه دامن قرمز میگردم. excuse me I'm looking for a red skirt. excuse me I'm looking for a restaurant. ببخشید من دارم دنبال یه رستوران میگردم، حالا اصلا تو کانتکست های دیگه. خانم شهرزاد excuse me I'm looking for a hospital. ببخشید دارم میگردم دنبال یک بیمارستان. پس اگر جای شما باشم و اگر جزوه‌ای دارم مینویسم حتما این رو مینویسم، چون که اصلا دنبال سوپرمارکت هم بگردی تو خیابون میگه excuse me I'm looking for a supermarket. یا تو مغازه دنبال مثلا بخش کفشا میگردی، میخوای کفش بخری، میگه excuse me I'm looking for a pair of shoes. ببخشید دارم دنبال یه جفت دنبال کفش میگردم. علی ای حال میخوام بگم این جمله خوبیه عزیزان. خب این حالا برام ترجمه کنید. Where can I try it on please. Where can I try it on please. Where can I try it on please. این چی میشه؟ Where can I try it on please. خانم عرضی از نتنز اینو بگو. آقای تقی پور کپسولی 75 ساله من اینو بگو. Where can I try it on please. آفرین به عظیما، آفرین به
طبیعتا سپیده کریمی از کالیفرنیا که تازه کپسولی منم شده اول از همه گفت. خانم سپیده کریمی 10 شب امشب تو اون پیج مخصوصی که براتون باز کردم حتما اگر حوصله داشتید تشریف بیارید، منظور 1 ساعت دیگه. بله where can I try it on please یعنی کجا میتونم اینو پروف کنم، کجا میتونم اینو به نوعی تنم کنم، تست کنم. where can I try it on please. try on یعنی پروف کردن، تست کردن لباس، پرو کردن لباس. where can I try it on please کجا میتونم اینو پروف کنم. عزیزان اگر تو بین شما کسی از علاقمندی زبانشناسی، ریشه شناسی، اگر پروف رو میدونه کجایی فرانسوی کجایی، من راستش بخوای الان به ذهنم رسید، سرچ هیچ وقت نکردم، دنبالش نرفتم، تلفظش آیا پرو هست آیا پروو هست، اینا رو اگر چیزی نقطه نظری دارید بنویسید که هممون آشنا بشیم. ترای آن میشه پروف کردن یا پرو کردن، حالا اصلا تلفظ فارسیش هم من دقیق نمیدونم، پروف کردن. اگه حالا کسی راجبش میدونه راجب این لغت هم به ما بگه. ترای آن به هر حال میشه تست کردن لباس. where can I try it on please یعنی کجا میتونم تستش بکنم، کجا میتونم اینو بپوشم، کجا میتونم امتحانش بکنم. یعنی لباس رو انتخاب کردی، حالا میخوای اتاق پروف بری و تست بکنی. خانم آیلین عزیز حالا اینو ترجمه بفرمایید. does it suit me چی میشه عزیزان؟ does it suit me این چی میشه خانم شیدای جیرانی؟ بچه ها پرو رو پروف کردن اومدن یه دردسر دیگه به ایجاد کرد. یکی میگه پروب، یکی میگه پروب. خانم گلناز عباسی میگه اون و باید ترجمه باید تلفظ بشه، پروو میکنیمش در واقع. عزیزان بله بریم جلو. خانم طیبه شفیعی از مریلند آمریکا. does it suit me یعنی آیا این بهم میاد، آیا مناسب من هست. سوت از ریشه suitable میاد یعنی مناسب هست این، یا آیا این مناسب هست مرا، آیا این مناسب من یا آیا بهم میاد. بله اتاق پروف تشریف بردید، مثلا این پیرن رو تنتون کردید، حالا به شوهری که اونجاست میگید که does it suit me، اونم جرأتی کله پدرش رو نمیکنه و خب طبیعتا حتما میگه که it suits you بله بهت میاد، که خب طبیعتا زودتر قال قضیه خرید کنده بشه و دیگه پاهاش ورم کرده. بنابراین does it suit me یعنی آیا بهم میاد، جوابش هم میشه حالا جلوتر نوشتم میشه it suits you. yes it suits you بله بهت میاد خانم فریبای کاشف. خب حالا اینو ترجمه بفرمایید. Do you have it in a larger size? Do you have it in a larger size? این چی میشه؟ حیدر پارسا ریشش میگه از فرانسوی میاد. اینی که شما نوشتی حیدر پارسا از پرو خونده میشه تو فرانسه، پس باید پرو تلفظ بشه فارسیش نه پرو. حالا من خودم هم چک میکنم توی کانال دوره میذارم. بله سپیده کریمی اول از همه گفت آقا سایز لارج اینو دارید یا به نوعی سایز بزرگترش. لارجر سایز یعنی بزرگتر. آیا سایز بزرگتر این رو دارید یا به نوعی سایز لارجتر این رو دارید؟ Do you have it in a larger size؟ آیا سایز بزرگترش رو دارید؟ لباسه رو پوشیدید، شوهرم از ترس پدرش گفته که آقا بهتون میاد، ولی خودتون تو آینه که نگاه میکنی میبینی یه ذره تنگه، رو میکنی به اون در واقع آدمی که اونجاست و اون مسئوله میگی که do you have it in excuse me do you have it in a larger size؟ ببخشید اینو تو سایز بزرگترش دارید سعید داوودی؟ حالا به هر حال میپسندی یا این سوال از اون در واقع فروشنده میپرسه. Is this on sale؟ این چی میشه؟ Is this on sale؟ Is this on sale؟ نیلوفر مصباح اینو بگو. نجاح سلامت زارای اساره. Is this on sale؟ آیا این در حراجه؟ پس حسین عزیز on sale میشه در حراج یا تخفیف. آیا تخفیف داره؟ آیا در حراجه؟ به قول نغمه هنرکایی رو تخفیفه؟ نغمه خانم هم از کپسولی های
تازه و جدید ماست که افتخار داریم در خدمتش هستیم. نسرین هم خیلی از عزیزان همینطور، مریم دارابی همینطور. Is this on sale؟ آیا در حراجه؟ آیا تو حراج؟ آیا تو تخفیفه؟ حالا این چی میشه؟ Do you accept returns؟ خورشید عزیز عیبی نداره ادامه بده. Do you accept returns؟ $470 نفر از عزیزان حدوداً 60-70 نفر الان من در خدمتش هستم. سلام میکنم به همه. برای بچه‌هایی که جدید اومدن، من علی شیروی هستم. هر شب 9 شب تا 10 شب یک موضوع مبتدی رو با بچه‌ها کار میکنیم. مثلا امشب خرید، فردا شب میخوام رستوران رو کار کنم، پس فردا شب میخوام هواپیما و فرودگاه رو کار کنم و این داستان ها. علی ای حال اگر جلسات قبلی رو میخواید دسترسی داشته باشید، من لایوامو ذخیره میکنم به صورت رایگان تو کانال تلگرامی میذارم. میتونید اینجا به فارسی بنویسید تلگرام، ربات من خود به خود براتون لینک کانال رو میفرسته. بعدم میتونید منصوری عزیز دایرکتتون رو چک کنید و طبیعتاً بعد از لایو برید اونجا، هر وقت داشتید لایوهای قدیم رو ببینید. این هم از این نکته. میتونید دوست آشناتون رو معرفی کنید. ما 15-20 شب تا الان درس دادیم، یه 40 شب دیگه در خدمتتون هستم رایگان. بله، do you accept returns؟ یعنی آقا جان پس میگیرید اینو؟ آیا اگه مثلا رفتم خونه دیدم خوب نیست و فلان و اینا، میتونم پس بیارم؟ ریترنز یعنی برگشت. آیا برگشت رو قبول میکنید؟ accept یعنی قبول کردن. آیا پس آوردن رو قبول میکنید؟ یا به نوعی میتونم اینو پس بدم؟ خانم فاطمه کیخا، میتونم اینو پس بدم؟ do you accept returns؟ آیا مثلا این سیاست رو دارید که من بیارم پس بدم، اینو قبول کنید؟ خب این چی میشه؟ I am size بلا بلا بلا. مثلا رفتید فرض بفرمایید کفش بگیرید، یارو میگه که خب چه سایزی براتون بیارم؟ شما میگید I am size مثلا 36، من سایز 36 پام. یا I am size 38، من سایز 38 پام. یا I am size 42، من سایز 42 پام. یا I am size 43، مثلا من پام 43 سایزش. حالا برای لباس، برای هر چیزی دیگه طبیعتا سایزها رو خانوما بلدن. میگی سایز من هست به قول آیلین فلان چیز، I am size بلا بلا بلا، که حالا سایزها تو هر چیزی هم عددش فرق داره دیگه. من بر حساب کفش گفتم مثلا 36 37 38 40 فلان. خب این چی میگه؟ What is this made from؟ یه ذره سخت‌تره، ببینم کی میگه. خانم محبوب عتیق، ببینیم کی اینو میگه. What is this made from؟ خانم شیوا خیلی دقیق نگفتی. خانم نسیم خیلی خوب نگفتی. خانم شهلا بیگی خیلی خوب نگفتی. where نیستا که کجا باشه، واته. بهناز جاویدان خیلی خوب نگفتی. فاطمه لعلی خیلی خوب نگفتی. یا باران هم خیلی خوب نگفته. احتمالا خیلی دیگه هاتون هم خوب نمیگید. what is this made from یعنی جنسش از چیه؟ مثلا is it from silk؟ آیا از ابریشم؟ is it from cotton؟ آیا از مثلا نخه؟ is it from wool؟ آیا از پشم؟ is it from plastic؟ made from یعنی ساخته شده از. مثلا طرف مشتری چیز فروشنده میگه it is made from silk، از ابریشم. it is made from plastic، از پلاستیک. it is made from cotton، از نخه. پس خانم فاطمه رسولی بیشتر به جنس اشاره داره. what is this made from به قول زری از شیراز یعنی جنسش از چی ساخته شده. به قول خانم آیلین از سمت گرگان بود فکر کنم ایشون. خب حالا بچه اینو ترجمه بفرمایید. خانم آیلین this one's great I will take it، این چی میشه؟ خانم قدسی پور this one is great I will take it.
بله یکی از بچه‌ها میگه درست گفته، خانم ZGHAS. بعضی از بچه‌ها آیدیاشون جوری نیست که من بتونم بگم، مثلا ZGHAS آیدیش این خیلی سخته برای من گفتنش موقع حرف زدن، ولی مثلا سپیده کریمی اسم فامیلشه میتونم اینو بگم، یا مثلا فریبا اسمشه، حمیده احمدی اسمشه. اینا که اسماشونه رو میگم که تو دهنم بچرخه. بچه‌ها یه ویدیو قول دادم دیشب، یه پستی گذاشتم، یه ویدیویی تو کانال رایگان دوره بذارم تو کانال تلگراممون که حتما امشب بارگذاریش میکنم. حجمش زیاده، ویدیو طولانی شد، حجمش زیاده، مثلا 400 500 مگه، یه ذره سخت بارگذاری میشه. حالا بعد از لایو تختیش میکنم، چون 2-3 بار سعی کردم دیدم سخت داره آپلود میشه، بر همین تا حالا نذاشتمش. بعد از لایو تختیش میکنم، 2 قسمتش میکنم، مثلا 2 تا 200 مگ 2 تا 300 مگ بیاد براتون، که حالا اونم احتمالاً 12 شب تو خلوتی شب بارگذاریش میکنم براتون. 80 جمله ضروری رو قول داده بودم بذارم، اونم چیز باحالیه که حتما داشته باشیدش. بله به قول افسر عواچی کپسولی من از مهرشهر میگه this one is great، این عالیه، این یکی عالیه، I will take it، میخوامش، برش میدارم، به قول فریبا صابر میبرمش، به قول پروین پزشک این عالیه، همینو میخوام، همینو میخرم. بله مثلا دیگه حالا مشخص شد کدوم یکی از این فرض به شلوار جینا رو میخواید. به یارو متصدی فروشه میگید که this one's great I will take it، میریم جلو. این چی میشه؟ I will have this one please. اینم همون میشه دیگه، حالا نیاز بپرسم ازتون، یعنی من این را خواهم داشت لطفا، این یکی را خواهم داشت. this one یعنی این یکی، من این یکی رو خواهم داشت. منظور اینه که اینو بر خواهم داشت. خانم طیبه شفیعی. حالا این چی میشه؟ how much is this one یعنی چی؟ شما عزیزان بگید. خانم مهسا ترابیان، خانم مهری سلجوقی. How much is this one؟ How much is this one؟ خواهش میکنم خانم بهار لطف دارید. How much is this one؟ به قول لاله سخایی یعنی قیمت یکی چنده. This one این یکی. اگه این یکی ترجمه کنید مثل فرح یغموری بهتره. This one یعنی این یکی. به قول خانم راضیه این یکی چنده؟ این چی میشه؟ I would like to buy it. خانم بهجت، علی برومند I would like to buy it یعنی چی؟ بله خیلی از عزیزان اینو خب الان خوب ترجمه میکنن. I would like to buy it یعنی میخوام بخرم این را. حالا این سوال من اینه که would like داستانش چیه؟ چرا نگفتیم I want to buy it؟ چرا نگفتم I like to buy it؟ خانم اعظم عواچی، خانم نرگس ذوالفقاری و خانم همای رمضانی چرا گفتم I would like to buy it؟ اینو ببینم که مثلا من میرم یه رستورانی میگه چی میخوای؟ مثلا چای do you want some tea or some coffee؟ یه کافی شاپی رفتم میگم I would like some tea، یعنی من مقداری چای میل دارم. همونجوری که احتمالاً خیلی از بچه‌ها دارن می‌نویسن، مثل خانم سودابه، مثل ناهید عراقی، مثل آقای تقی‌پور، would like یه ذره مؤدبانه تره، یعنی میل داشتن. من چای میل دارم. I would like to buy یعنی من میل دارم این را بخرم، دوست دارم این را بخرم. میل داشتن خیلی بهتره و به قول فاطمه سلیم‌پور یه ذره مؤدبانه تره. مثلا میری یه مهمونی جایی یا میگم رستوران با کلاس اینا I would like to order، مثلا میری رستوران میگی I would like to order a pizza، I would like to order a pizza، نمیگی I want to order a pizza، یعنی نمیگی میخوام یه پیتزا داداشی سفارش بدم، میگی مایلم یک پیتزا سفارش بدم، همونطور که میکائیل گفت. would like رو میکائیل عزیز بعضی وقتا like تلفظ میکنن، یعنی would رو مخفف میکنن. I would like میشه I'd like، یعنی یه I می نویسن یه آپاستروف یه دی. I'd like to buy it، I'd like to buy it. پس خانم مریم دارابی I'd like to buy it یعنی I would like to buy it، مخفف تلفظیشه. و بعد از would like هم همیشه فعل بعدی با to میاد. اینو یکی از بچه‌ها بنویسه. پس از would like فعل بعدی با to میاد. I would like to have some tea، I would like to order a pizza، I would like to buy it،
I would like to help you. I would like to bla bla بلا. پس با تو میاد حتما. مثل want که want هم با خانم حمید احمدی تو میاد. اینجا مثلا باید تبلیغ دوره‌مو می‌کردم، فعلا تبلیغ نمی‌کنم چون پرم و خب طبیعتاً تازه عزیزان به دوره من پیوستن با تخفیف و حالا دیگه فعلا شاگرد نمیگیرم، همین لایوهای رایگانمو بیاد دیگه، هر کی جا مونده. مرسی از مینا آرپی و باقی دوستان. بریم بچه‌ها کلمات مرتبط با خرید رو یه ذره یاد بگیریم. شما که وارد مغازه میشی شما کاستومری. کاستومر یعنی مشتری. پس حسین عزیز اگر موافقی همه بچه‌ها لغت کاستومر رو بنویسن چون دیکتهش یه ذره سخته برای عزیزان جا بیفته. دیکته کاستومر یعنی مشتری. When you enter a shopping center you are a customer. وقتی وارد یه جای میشی در واقع شما مشتری هستی، کاستومری. که سهیلا خانم این دیکته کاستومر رو برای ما نوشت. کشیر میشه صندوقدار. کش یعنی پول نقد دیگه، یعنی جایی که در واقع طرف پولای نقد ملت رو میگرفت که البته الان دیگه همه کارت میکشن. صندوقدار پس میشه کشیر و مدیر میشه منیجر یعنی مدیر. منیجر هم خیلی نگید، منیجر اینطوری میگن. منیجر یعنی مدیر. Can I talk to the manager؟ میتونم با مدیر صحبت کنم، بعد طرف میاد میگه yes ma'am I'm the manager of مثلا this shop. I'm the manager here. من مدیرم. منیجر یعنی خانم فریبا صابر یعنی مدیر. خانم مهری. و اینم بنویسید. ریسیت یه ذره دیکتهش سخته. وقتی که خرید میکنید یه کاغذی بهتون میدن که در واقع همون رسید خریدتونه دیگه، که اگر بعدا خواستی تعویضی کنی داستانی کنی داشته باشیش. تلفظش رسیت هست. رسیت این پیه تلفظ نمیشه. unpronounced. رسیت همون رسید خودمون میشه. رسید. Can I have the receipt please؟ میتونم رسیدم داشته باشم؟ رسیت. خانم لیدر احمد خانی رسیت. همه بنویسن دیکتهش جا بیفته، پیه خوانده نمیشه. تو فروشگاه بزرگ که تشریف میارید، حالا تو فروشگاه مواد غذایی مثل شهروند و رفاه و اینا هست، تو فروشگاه لباس و اینا بزرگاش هست، یه سری شلف وجود داره، یه سری ردیف وجود داره. مثلا اینجا شوینده است، اینجا مثلا این شلف اینوری روغن و نمیدونم حبوبات و ایناست. به این راهرو وسطش میگن آیل. خانم معصومه و خانم افرای عزیز این آیل دیکتش داستان داره، یه اسی داره که خونده نمیشه. به این راهرو میگن آیل. مثلا شما میپرسی آقا از طرف پرسی من روغن میخوام بخرم، روغن الان گیر نمیاد، کجا و کدوم بخش باید برم؟ مثلا طرف میگه که برو به آیل 7، go to aisle 7، یعنی برو راهرو 7 اونجا میبینی. یا مثلا شما به طرف میگی I'm looking for a pair of jeans. Where should I look for؟ من دارم دنبال یه شلوار جین، میگم کجا باید برم؟ چه خیلی بزرگه، دپارتمان استوره. طرف میگه که go to aisle 3، برو به راهرو 3. آیل یعنی راهرو. خانم نسرین این آیل و خانم پریسا برای اتوبوس و هواپیما و اینا هم استفاده میشه. به اون راهروی وسط اتوبوس و هواپیما و اینا میگن آیل. پس آیل میشه راهرو. آیل این اس خوانده نمیشه. آیل اس فریبای صابر خوانده نمیشه. کلا وقتی که آی با اس همراه میشه اس خوانده نمیشه. جزیره هم مثلا میشه آیلند. الان بچه‌ها جزیره رو بنویسن. خانم نیلوفر کرمانی جزیره رو بنویس. آیلند، کیش آیلند. آیلند هم همینجوری با آی و اس نوشته میشه اما اس خوانده نمیشه. فیدینگ رومز هم همونجوری که خانم افسانه اول کلاس گفت میشه اتاقهای پرو. فیتینگ رومز، فیدینگ رومز اتاقهای پرو. فیدینگ رومز اتاقهای پرو. فیدینگ رومز اتاقی که میری لباستو عوض کنی. چرا اس جمع معمولا باشه؟ چون چند تا اتاق اگه دقت کنید بغل همه با یه پارچه چیزی جداش کردم، مثلا درش پارچه یا ایناست معمولا. فیدینگ رومز. خب سپهر عزیز آیلند رو هم بچه‌ها نوشتن، معنی جزیره میده که همین مدلی نوشته میشه. خانم میسرا شیخ گرگر دقت که خوب ننوشتی. کش میشه پول نقد، کردیت میشه کارت اعتباری، بای کارت میشه پرداخت با کارت،
مثلا can I pay by card، میتونم با کارت بانکی پرداخت بکنم. can I pay by card، میتونم با کارت بانکی پرداختش بکنم. « 528 نفر، خیلی مخلصید. انشالله که لایومون 1000 نفری شه دیگه. ما رو معرفی کنید که به فک و فامیلتون که لایومون یه ذره شلوغ‌تر شه. چند وقت بریم 500 نفر موندیم. عزیزان کم کم میخوام ختم بکنم، 10 دقیقه دیگه باهاتون هستم. یه سری شکایت‌ها رو لباس پیش میاد. مثلا شما می‌خرید یا حالا دارید پروف می‌کنید لباس رو، به طرف میگی که مثلا این یه ذره زیادی تنگه، میشه یه سایز دیگه برام بیاری، یا این یه ذره زیادی گشاده، یا این ذره زیادی درازه. تنگ، گشاد، دراز، اینجور شکایت‌ها. یا مثلا میخوای بری عوضش کنی، من میتونم این رو عوض کنم، میتونم پولم رو پس بگیرم، میتونم این رو تعویض کنم، میتونم با مدیر صحبت کنم، شما خیلی کمکم نمی‌کنید. الان میخوایم بریم سراغ اینها. من علی شیروی هستم، برای تازه واردین میگم هر شب ساعت 9 تا 10 شب به وقت ایران خانم شهناز آقی لایو رایگان میذارم. تا الان در 15 شبش گذشته، 50 شبش مونده، 30 شبش مونده. اما اینجوری نیست که بچه‌ها عقب بیفتن. اگر تازه وارد هستید، هر شب مستقلاً یه چیزی، یه موضوعی رو درس میدم، یه موضوع مبتدی. پس حتما تشریف بیارید شبای دیگه، فردا 9 شب، پس فردا 9 شب، و به فک و فامیلتون بگید. مرسی از باران ببار عزیز و باقی دوستان. It's too long یعنی زیادی درازه. تو یعنی زیادی. هوری زابولی it's too long زیادی درازه. it's too short زیادی کوتاهه. پس خانم خدایی این تو یعنی زیادی. it's too tight زیادی تنگه. tight یعنی تنگ. خانم لیلای عزیز که کپسولی منم شدی امشب، خانم لیلا ساعت 10 شب تو اون پیج خاص شما رو میبینم، حتما اگر حوصله داشتید بیاید. it's too loose زیادی گشاده. خانم رضوانی که خب لوس یعنی گشاد. دقت کنید لوز نیست یعنی گم کردن و اینا. لوس یعنی گشاد، 2 تا او داره. لوس. رضا عابدپور دابل او هست، 2 تا او داره یعنی گشاد. Would you like to try it on? It suits you. اینو شماها ترجمه کنید ببینم کی بلده ترجمه کنه. سخته یه ذره. آفرین رامای عزیز و باقی دوستان. Would you like to try it on? It suits you. این چی میشه؟ خانم گلوریا صالحی اینو ترجمه کن. Would you like to try it on? به قول حسین دوست داری این رو تست کنی، دوست داری این رو پروف کنی، دوست داری این رو امتحان کنی. It suits you برات مناسبه، بهت میاد. مثلا فروشنده اسیستنت میخواد خب بالاخره جنسش رو غالب کنه دیگه، هی یه چیز دیگه میاره، میگه حالا میخوای اینم پروف کنی، مایل اینو پروف کنی، بهت میاد، این رنگش خیلی به پوست شما میاد و این حرفایی که مثلا معمولا میزنن. خب بچه‌ها این چی میشه؟ What size are you؟ اینو شما بگید. What size are you؟ خانم فرهنگی اینو بگو. خانم اژدری What size are you؟ چه سایزی هستی؟ دیگه من گفتم الان دیگه ببخشید دهنم درام. What size are you؟ یعنی چه سایزی هستی؟ چه سایزی هستی تو؟ What یعنی چه، سایز یعنی سایز، are یعنی هستی، you یعنی تو. چه سایزی هستی تو؟ سایز شما چنده به قول خانم پوران؟ سایز شما چیه؟ اینم حالا برای ما ایرانی‌ها خیلی کاربرد نداره چون ما کردیت کارت و اینا نداریم. خارج هم حتی اگه بریم معمولا نقدی و خشکی حساب می‌کنیم چون کردیت کارت و اینا زیاد داستانه برای ما. حالا من ترجمهش می‌کنم. Do you accept credit cards؟ یعنی آیا کارت اعتباری هم قبول می‌کنید؟ که برای حالا خیلی از ماها معمولا این جمله کارایی نداره. خب این بچه ها مهمه، خیلی هم میدونید، حالا میتونید منو تصدیق کنید که تو کشورهای خارجی مثل اینجا خیلی اوورت کیسه نمیده. البته ایران هم الان پلاستیک بعد جنگ و اینا گرون شده، مثلا میخوای بری موزم بخری یارو سعی میکنه موزا رو بریزه کنار پیازا مثلا یه کیسه بده چون گرون شده، ولی تو خارج دیگه رسما پول میگیرن. برای همین معمولا میپرسن، میگن خانم زهره فراز، میگن would you like a bag؟ آیا یه کیسه میخوای؟
چون اگه بگی yes please بله لطفاً، معمولا یه پول ریزی مثلا تو ترکیه، تو خیلی جا اروپا آمریکا معمولا میگیرن ریز. would you like a bag میپرسه ازت خانم ماهور سلیمانی آیا کیسه هم میخوای. enter your pin please، مثلا وقتی کارت و اینا رو میکشی میگه پسوردت رو بزن. پین همون مخففه، حالا این اسلاید بعدی میگم مخفف چه کلماتیه، ما حالا خودش میگیم کد دیگه، رمز، پسورد، رمز مثلا میگیم، میگه رمز تو بزن enter your pin please، پس پین همون رمزه. بله شهر ترکی میگه بین 25 تا 50 سنت میگیرن. قارونی از لندن میگه 40 پنس میگیرن و منظرم میگه چند سنت میگیرن معمولا. حالا ایران فعلا رایگانه، هنوزم پول به معنی خیلی نمیگیرن. نونوایی ها فقط فکر کنم 2-3 تومن میگیرن. این پین بچه‌ها personal identification number هست، یعنی شماره هویتی شخصی، مثلا یه چنین چیزی، همون معنی رمز رو میده دیگه خانم زهره شیروان. PIN personal identification number چون مخفف هست. من جلسه اول همین دوره رایگان گفتم مثل VIP، مثلا نمیدونم VOA، مثل BBC، گفتیم اینا همشون بزرگ نوشته میشن. Personal Identification Number. یکی از بچه‌ها میگه فروشگاه شهروند پول میگیره واسه کیساش. بچه‌ها این چی میشه ترجمهش؟ اینو بگید. خانم افرا میگه شیراز موز خرید گفت 500 تومنم باید برای پول نهار. 500 تومن خوبه. خانم مجاور تلگرام بزن با هم گپ بزنیم. بله حالا واقعا پلاستیک گرون شد به خاطر این جنگ پتروشیمیا رو زدن و اینا. اخیراً میدونم که یه ذره انگار دیگه این پلاستیک مام یه ذره پولی شده. یکی از بچه‌ها آقا نوروزیان میگه نانوایی 5000 تومان میگیره، یعنی نونه مثلا 30 تومن 5 تومن پول پلاستیکش که متاسفانه مملکت ما اینجوری شد دیگه. I'd like to return this please. این I'd like که همون I would like که قبلا گفتم افشین عزیز، این مخفف ووده، یعنی مایلم پس بدهم این را. خانم دکتر نازنین مایلم، دوست دارم، ترجیح خیلی خوب نیست، مایلم اینو پس بدم. عارف کریمی که فروشگاه اتکام پول میگیره، هیچی دیگه اوضاع خراب شد. ما فکر کنم فقط نونوایی‌ها میگیرن. من خرید بچا خیلی نمیرم، وقت ندارم، انقدر شاگرد دارم و داستان دارم. اسنپ و اینا معمولا میزنم، برای همین واقعا نمیفهمم ما چیکار میکنن. اتکا و شهروند و اینا خیلی وقت نرفتم. بچا این چی میشه؟ Can I speak to the manager? Can I speak to the manager؟ خانم پری، خانم زهره، خانم توکتم ایرانی، خانم کمالی، این چی میشه؟ Can I speak to the manager؟ بچه‌ها امریکن هم سعی کنید حرف بزنید. حالا من به کپسولی هم خیلی هی دارم وایس میدم و هی باهاشون در ارتباطم، حالا تا 5 ماه 6 ماه دیگه هی تاکید خواهم کرد رو بحث لهجه و تلفظ. ولی کن این can I نگید، can I speak نه، can I speak؟ Can I speak to the manager؟ این خیلی مهمه اینجوری بگی Can I speak to the manager؟ به قول خانم لیلا میتونم با مدیر صحبت کنم؟ I would like to make a complaint. اینو بگید چی میشه عزیزان؟ I would like to make a complaint. خانم مریم میگه نونوایی سنگی طرف ما 10,000 تومان میگیره دیگه، احتمالاً زعفرانیه هستی شما 10,000 تومان پول پلاستیک میدی. به قول احمد نژاد میگه طرف ما گوجه ارزونه، ایشون طرفش 10,000 تومان میگیره. خدمتتون برای پلاستیک خدمتتون عرض کنم بچه‌ها I would like to make a complaint. Complaint یعنی شکایت. به قول سحر محسنی میخوام شکایت کنم، میخوام make a complaint میشه شکایت، ثبت کردن، اینجوری با هم میاد کالوکیشن make a complaint. میخوام شکایت ثبت کنم یا منوی میخوام شکایت کنم. complaint noun تی داره آخرش. complain فعله. I want to complain میخوام شکایت کنم. I want to
یا I would like to make a complaint، میخوام ثبت شکایت کنم. خدمت عرض کنم میکائیل عزیز، کمالی عزیز، فرید عزیز، من حالا اسلایدها مونده اما مجبورم قطع کنم امشب چون که ساعت 10 شب با کپسولیای خانم اجدری، با کپسولیای تازه، یعنی کسایی که 2-3 روز گذشته 3-4 روز گذشته ثبت نام کردن، بچهای مرداد ما هم کلاس خواهم داشت. بنابراین امشب لایو معمول زودتر قطع کنم که یه رو بی استراحت کنم، ساعت 10 با این بچه‌ها خواهم بود. بچه‌هایی که مرداد ماه الان تو این 520 نفر یه 10-20 تاتون هستید مرداد ماه ثبت نام کردین، یعنی هم هفته گذشته. خدمتتون عرض کنم ساعت 10 الان یه گپو گفت، یه مقدمه کلاسی میخوام براتون بذارم، حال کنیم با هم، بیایم بالا صحبت کنیم و خوش بالا از اونایی که کپسولی شدن، بعد بالا اونایی که جا موندن. علی ای حال الان امشب خانم محسن ترابیان قطع میکنم که با بچه‌ها باشم، دوباره فردا شب 9 شب میبینمتون. شب همگی بخیر، مخلصم. یه سری اسلایدها موند، حالا نمیدونم تلگرام اگه حوصله کم it doesn't fit و نمیدونم این داستانا، اینا حالا مونده که میریم جلوتر و تو تلگرام شاید بذارمش. شب همگی بخیر، مخلصم. من برم استراحت که در خدمت کپسولیا باشم ساعت 10. خدا نگهدار همگی، خداحافظ. در تلگرام چیز مکمل رو خواهم گذاشت. خداحافظ.